خب این داستان پولا چیه ماما؟ آها؟ موقع داماد ما شدی؟ خب ابرام داماد شد. خب اینا رو چی نگه داشتی؟ خب چیکار کنم پس؟ خب اون زمان چرا مثلا با اینا یه چیز نخرید اینا نگه داشتی؟ اینا الان نگهش بزنید تو سر خاک ما. بشینه؟ اینا رو الان بدی یک کبریت هم بد نمیدن ماما. برش ندن. نگاه جون ما تو چقدر پول اون زمان نگه داشتی 30 سال پیش. به قرآن با این پولا راحت میتونی خونه بخری. ها حالا که نشه خونه بخریم چیکار کنیم؟ بذار باشه نکن بذار باشه چی بشه خاطر اینا رو به زمان بتونستی با اینا یه چیزی بخری ما رو پولدار کنی مادر من. الان اینا رو تو برای چی نگه داشتی خب؟ خب باشه مادر جان نکن. خب مادر جان چی الان اینا چیه؟ باشه خود درد بخوره. چه دردی مخوره مامانی پول الان؟ الان با اینا یک بسته آدم بد نمیدن. چرا مدن؟ 30 سال تو اینا رو نگه داشتی الان در خب اینجوری الان بکون من چوب رد کردی تو با این کارت. بودی خب اینا الان تو بچه آوردی به من نشون دادی من هرس دادی. خب گفتم نه اگر بانگ میگیری یک فردا ببرم بانگ تو هم نمیدادن سمتت. نه من دادم نگاه بخورم پولای 30 سال پیش نگاه قایم کرد. بدی نه برای پولا ما رو تلال نکن. تلال نکنم بذار تلال کنم. بذار باشه وای از دست شما زنای قدیم. ما یه میدم